شغل تو زندگی تو نیست. اون فقط یه شغله. من میخواهم دلیل آن را برایت توضیح دهم. شماره 1: شرکت شما خانواده شما نیست. اقدام شما در درجه اول منفعت شماست. این گروه در قبال وضعیت جسمی و روحی فرد مخاطب مسئول نیست. شماره 2: همکاران شما دوستان شما نیستند. در موردش فکر کن که هر انسانی علایق و انگیزه های منحصر به فرد خودش را دارد. شماره 3: اگر چیز بدی برای تو اتفاق بیفتد، شرکتت میتواند به راحتی تو را عوض کند. شماره 4: دست بردار از باور داشتن به تبلیغات شرکت که هدف آن است تو را تحت شستشوی مغزی قرار دهد و تو را در یک جایگاه شغلی نگه دارد. شماره 5: بیا به محل کار خودت، کارت را انجام بده. حقوقت پرداخت می شود. برو به خانه. در موردش فکر کن. این که در زندگی چیزهای بیشتری است به غیر از پیشرفت در شغل. اگر با من موافق هستی پس لطفاً کانال ما را لایک و فالو کنید و عضوی از کانال موفقیت و انگیزه باشید.